ما دیشب از 2 تا از مراجعینمون خون گرفتیم و خونها رو داخل کیت پروتئین داخل انکوباتور گذاشتیم. بیشتر از 12 ساعت داخل انکوباتور مونده. الان برای آماده سازی این خونها باید اینا رو سانتریفیوژ کنیم که فاکتورهای رشدش رو جدا سازی کنیم. این بودهای آزمایش رو در میاریم. اینا 5 دقیقه که سانتریفیوژ بشن، بعد از 5 دقیقه سرمش آماده تزریق میشه. خب اگه بخوام این روش پروتئین تراپی رو با پی آر پی مقایسه بکنم، اولا که توی پی آر پی ما 60 سی سی خون میگیریم از بیمار برای اینکه اینقدر سرم بتونیم بگیریم، در حالی که توی پروتئین تراپی فقط 10 سی سی خون گرفتیم. این یه مزیتشه. مزیت بعدی که داره اینه که این به خاطر اینکه هیچ سلولی داخلش نمیمونه، از فیلتر رد میشه و فقط سرم که تزریق میشه، تزریقش دردش خیلی کمتر از پی آر پی. پی آر پی تزریق دردناکتری داره ولی این تزریق بدون دردی داره. این دوتا فرق مهم عملی مونه. از نظر در واقع میزان اثر بخشی هم که این حدود 10 برابر پی آر پی اثر داره.